هموطنان عزیز، 17 سال قبل یعنی 27 ایون سال 1997 بعد مذاکرات طولانی به خاطر حفظ یکپارچگی مرز و بوم کشور، تأمین صلح و ثبات، سرجمعی ملت و زندگی آرام ساکنان مملکت، سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان به امضا رسید که این سند مهم در تاریخ نوین خلقمان از جمله اسناد سرنوشت‌ساز به حساب می رود. زیرا محض همین سند تاریخی به جنگ تحمیلی شهروندی خاتمه بخشیده، برای آغاز رشد دولتداری تاجیکستان صاحب استقلال و حیات آرام و آسوده مردم آن شرایط مساعد فراهم آورد. بنابراین با شکرگزاری از ثبات و آرامی و رشد و شکوفایی که امروز در وطن اجدادی امان حکم فرماست، تمام مردم شریف تاجیکستان و کل هموطنان برون مرزی امان را به افتخار روز وحدت ملی صمیمانه تبریک میگویم و به خاندان هر یک شما آرامی و آسودگی، سلامتی و سربلندی و سعادت دائمی روزگار را آرزو می نمایم. در این روز سعید هر یک فرد تاجیکستان بار دیگر عمیقاً درک می نماید که وحدت ملی برای مردم کشور ما تا چه اندازه عزیز و مقدس می باشد. از برکت دستگیری صمیمانه خلق صلح دوست و آبادگر تاجیکستان ما توانستیم در یک مدت کوتاه تاریخی استقرار وحدت ملی را در سراسر کشور تامین کرده، برای زندگی آرام و آسایشته و فعالیت سازنده ساکنان مملکت شرایط مساعد فراهم سازیم. قبول نمودن اندیشه وحدت ملی همچون هدف اساسی سیاست دولت و شعار زندگی برای ما تاجیکان بی سبب نبود. زیرا بر اثر نابسامانی های سالهای آخر عصر گذشته کار به درجه رسید که در بین مردم کهن‌بنیاد و فرهنگی ما عملی ننگین و خطربار بدبینی و تهدید و دشمنجویی و سنگرگیری دامن پهن نمود که عاقبت باعث سرزدن جنگ شهروندی گردید. با کوشش و تلاش‌های پیگیرانه حکومت مملکت و البته با پشتیبانی خلق عزیز تاجیکستان، حجت تاریخی سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسیده، وحدت و همدیگر فهمی ملی را همچون عامل اساسی نجات ملت و دولت اعلان نمود. بعد به امضا رسیدن این سند مهم تاریخی در مملکت ما مرحله نو، مرحله صلح و ثبات، به وطن و خانه و کاشانه خود برگشتن گریزه ها و فراریان اجباری، اینچنین دوره کارهای برقرارسازی خرابه های جنگ آغاز شد. با شرافت صلح و ثبات و اراده متین مردم شریف تاجیکستان ما توانستیم که در تأمین رشد منظم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و معنوی کشور قدم‌های استوار گذاریم. بار دیگر تاکید می سازم که در این روند نیک و سازنده ما پیش از همه به عقل و ذکاوت ازلی مردممان تکیه کردیم. زیرا طبیعت ملت تاجیک از صفتهای دوستی و رفاقت، وطن پرستی و صداقت و دوستداری فرهنگ و معرفت سرشته شده است و همین فضیلت‌های خداداد در آن ایام تقدیرساز نقشی برجسته بازیدند. در آن روزهای سخت و سنگین یقین بود که ادامه جنگ شهروندی
می تواند باعث پراکنده شدن ملت تاجیک و برهم خوردن دولت جوان تاجیکان گردد. مردم شریف تاجیکستان خوب در یاد دارند که آن زمان معیارهای کنستیتوسیونی و دیگر قانونهای عمل کننده پایمال گردیده، جنایتکاری و زورآوری و قانونشکنی به یک رفتار مقرری تبدیل یافته بود. در چنین شرایط رهبریت دولت با احساس مسئولیت بلند برای آینده وطن و خلق تاجیکستان در نزد خود وظیفه گذاشت که با استفاده از تمام راه و واسطه‌های امکان پذیر هرچه زودتر فضای صلح و آرامی و امنیت ملی را در سراسر مملکت تأمین سازد. محض با چنین نیت نیک و مسئولیت وطنداری ما همیشه کوشش به خرج می دادیم که هر یک واخوری طرفهای مذاکراتی بین تاجیکان را که قریب 4 سال ادامه یافت به خاطر پایداری صلح و ثبات و فضای اعتماد و باوری، صبر و تحمل و احترام طرفین سفربر سازیم. در همین زمینه ملت شرفمند تاجیک بار دیگر به جهانیان ثابت نمود که در حقیقت یکی از ملت‌های صاحب معرفت و متمدن و خیرت پیشه و صلح دوست می باشد و قادر است که در مرحله‌های تاریخی و تقدیرساز راه حل آسایشته مشکلات به میان آمده را پیدا نماید. از برکت صلح و وحدت ما امکان پیدا نمودیم که برای رشد همه‌جانبه جامعه، گسترش روندهای دموکراتی و تأسیس انستیتوت‌های جامعه شهروندی شرایط ضروری مهیا سازیم. امروز ما می توانیم دلپرانه اظهار نماییم که در کشورمان برای رشد جامعه شهروندی نه تنها زمینه‌های حقوقی بلکه همه امکانیت‌های سیاسی و اقتصادی فراهم آورده شدند. هموطنان عزیز، هر یک ملت و دولت با اندیشه، مفکوره یا خود غایه عموم ملی نیاز دارد تا آن قطب‌نمای برای پیشرفت و ترقیات میانبرده باشد. گسترش پیوسته خودآگاهی و خودشناسی و تبلیغ اهمیت وحدت ملی در میان مردم بخصوص نورسان و جوانان باید همچون سمت مهمترین کار و معیار اساسی تعلیم و تربیت قرار گیرد. چون این هدف باید در زمینه تاریخ، ارزش‌ها و هویت ملی تشکل یافته با واقعیت، نیازها و درخواست‌های امروزه جامعه جوابگو باشد. مردم را متحد ساخته به سوی رشد و سازندگی راهنمایی کند. بارها گفتم و بار دیگر اصرار می‌دارم که غایه سیاسی و مفکوروی ما وحدت، یگانگی، خودشناسی و خودآگاهی ملی، تحکیم دولتداری و آبادی وطن عزیزمان می باشد. این شعارهای بنیادی یعنی وحدت و خودآگاهی و خودشناسی شخص را وادار می سازد که به قدر مادر وطن، مقدسات ملی، استقلالیت، آزادی و رمزهای دولتی، همچنین ارزش‌های والای فرهنگی و اخلاقی، زبان مادری، ادبیات عالم شمول و تاریخ و مدنیت کهنی خلق خود برسد و برای به نسل‌های آینده گذاشتن میراث ارزنده کوشش و تلاش ورزد. وحدت ملی تنها در صورت تقویت می‌یابد که تامینگر این پدیده ملت، خلق و دولت ملی متحد، یکتن و یکدل باشند و دولت برای عملی گردیدن وحدت از تمام امکانیت و واسطه ها و راه و اصول ها مقصدناک استفاده نماید. بیشک برای حفظ و حمایه آن باید تمام جامعه سهم داشته باشد. محض دولت ملی، دولت صاحب استقلال و
آزاد دموکراتی امکانیت تاریخی فراهم آورد که ما اندیشه وحدت ملیمان را با وجود آوریم و راه و روش خلقمان را به سوی آینده معین سازیم. زیرا به فرموده نیاگان بزرگمان توانایی و خوشبختی هر یک ملت به اتحاد و وحدت آن وابسته می باشد. از این رو وظیفه جانی و قرض ایمانی و رسالت انسانی هر یک فردی با آهنگ ناموس، خودآگاه و خودشناس و وطن دوست و وطن پرست خلق ما تحکیم دوستی و برادری، صلح و سازش، تقویت وحدت ملی و حفظ دستاوردهای استقلالیت می باشد. ما باید وطن خود را صمیمانه و صدقاً دوست داریم و برای آبادی و پیشرفت آن پیوسته تلاش ورزیم. به این خاطر ما را ضرور است که همه روزه برای بلند برداشتن سطح معرفت و شعور ملی مردم کشور، فرهنگ سیاسی جامعه، تقویت وحدت و همدیگر فهمی خلق کشور، بهداشت شرایط اقتصادی و اجتماعی اهل جامعه و رشد و ترقیات مملکت ما از تمام نیرو و امکانیت‌های خویش ثمره بخش استفاده نماییم. باید ذکر کرد که یکی از وظیفه‌های اساسی نهادهای جامعه شهروندی از جمله احزاب سیاسی، سازمان‌های جمعیتی، وسایط اخبار عامه، سازمان‌های غیر دولتی، اینچنین دیگر اتحادیه‌های اجتماعی تحکیم پایه‌های وحدت ملی و ثبات سیاسی مملکت میباشد. زیرا بدون این عامل‌ها تأمین گردیدن فعالیت گسترده خود آنها از امکان بیرون است. در شرایط کنونی رشد جامعه باید به نظر گرفت که وحدت ملی هیچگاه مسئله سیاسی تنها یک گروه یا حزب نبوده، بلکه آن افاده طلبات و نیازهای همه طبقه های جامعه صرف نظر از اعتقاد دینی، منسوبیت ملی و حزبی می باشد. هموطنان عزیز، با در نظر داشت آنکه وحدت ملی برای تمام مردم تاجیکستان ارزش بسیار مقدس و عزیز به حساب رفته، اساس خوشبختی و سعادت خلق ما می باشد، وظیفه هر شخصی بیدار دل و آگاه، خودشناس و وطن دوست از آن عبارت است که وحدت ملی را چون عامل مهمترین بقای دولت و رشد جامعه تاجیکستان حفظ و حمایت نماید و آن را چون دستاورد بزرگ ملی پاس دارد. وضع کنونی منطقه و جهان ما را وادار می سازد که دستاورد بزرگ ملی امان وحدت را همچون نعمتی گرانبها احتیاط کنیم و تمام سعی و تلاش خود را برای تحکیم آن سفربر نماییم. صاحب دولتی صاحب اختیار و صاحب وطن بودن برای هر یک شهروند این سرزمین اجدادی بختی بزرگ می باشد و از این را درک واقعیت روند و رویدادهای جهانی ما را وادار می نماید که در مسئله ارزیابی وضع سیاسی و اقتصادی همیشه با احتیاط باشیم و دوراندیشی سیاسی ظاهر نماییم. بنابراین هر یک شهروند تاجیکستان، هر فردی با آهنگ و ناموس ملت باید ضرورت تاریخی و رسالت اصلی خود را در آن بیند که وحدت و رضایت ملی ما پاینده و جاودان باشد، صرف نظر از موقع اجتماعی و سیاسی زیر این سیاست متحد شده برای تحکیم وحدت ملی و سازندگی و آبادکاری وطن فعالانه شرکت نماید. ما و شما هیچگاه نباید فراموش کنیم که کار خود را از روزهای اول دولت داریمان از صلح آغاز نمودیم و این سیاست را به خاطر آرامی و
آسایش کشورمان و خوشبختی و سربلندی خلق عزیزمان من بعد نیز ادامه می‌دهیم. در این راستا احزاب سیاسی کشور، سازمان‌های جمعیتی و واسطه‌های اخبار عامه را ضرور است که هنگام ارزیابی و انعکاس مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه به خاطر حمایت استقلالیت دولتی، منفعت‌های ملی، حفظ امنیت و ثبات سیاسی و آرامی جامعه و تحکیم وحدت ملی تاجیکان خیلی احتیاطکار و با ملاحظه باشد. هر یک فرزند تاجیکستان که این مرز و بوم اجدادی برایش عزیز است باید همیشه در خاطر داشته باشد که محک اساسی افکار جامعه ما را باید سخن سازنده و آموزنده تشکیل دهد و آن به منافع خلق و وطن عزیز ما خدمت نماید. وحدت ملی ستونی می باشد که دولت و ملت ما را پایدار و استوار نگاه می دارد و وظیفه مقدس همه ما از آن عبارت است که با زحمت سازنده این پایه دولتداری ملی ما را باز هم تحکیم بخشیم. در مرحله نوین امروزه ما باید بیش از هر وقت با دست و دل پاک و نیت نیک و با رویه بلند سازندگی جهت تطبیق هدفهای استراتژی تاجیکستان فعالیت نماییم و زحمت کشیم. در این روند نیک و سازنده با همه مردم شریف تاجیکستان برای کار آرزو نموده با وطن عزیزمان وحدت پایدار و استوار، صلح و ثبات جاودانی و به هر خاندان کشور زندگی خوش و خرم و فیض و برکت می‌خواهم. جشن فرخنده وحدت ملی مبارک هموطنان عزیز. همیشه صحتمند و سربلند باشید.